نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر بر من و شما منت نهاد تا در برنامه دیگر همراه شما خوبان و سروران باشیم با ترجمه آیاتی دیگر از کلام الله مجید در دو سوره مبارکه اللیل و الضحی. سوره مبارکه لیل که به معنای شب هست و سوره مبارکه ضحی که به معنای ابتدای روز و آفتاب و طلوع خورشید در ابتدای روز است. الله متعال در سوره مبارکه لیل می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره مبارکه لیل و سوره مبارکه ضحی هر دو تا از سوره هایی هستند که در مکه مکرمه نازل شدند و آیاتی که در این سوره ها هست به محتوای سوره های مکه مکرمه به موضوع توحید، رسالت و معاد و نبوت میپردازد. مباحث اعتقادی مهمی که در سوره های مکی به وفور یافت می شوند. در این سوره مبارکه الله متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی و قسم به شب آن هنگام که همه چیز را در خود می پوشاند و همه چیز را در خود جمع می کنه. شب فرصتی است برای جمع شدن و همه به خانه های خود برمیگردند و همه جمع میشن و شب به مانند چادری می پوشانه زمین رو تا همه به استراحت بپردازن. هم انسان ها و هم موجودات دیگر، حیوانات، پرندگان و چرندگان و خزندگان و درندگان همه شب به استراحت می پردازن. الله متعال قسم می خوره به شب که زمان آرامش و سکون است برای انسان ها و غیر انسان ها. و النهار اذا تجلی و همچنین الله متعال قسم می خورد و النهار اذا تجلی و قسم به روز آن لحظه‌ای که متجلی می شود، آن لحظه‌ای که نور خورشید می دمد و صبح آغاز میشه و تجلی نور خورشید در ابتدای روز سبب میشه تا انسان ها به کار و تلاش بپردازن بعد از اینکه در خواب بودن و استراحت کردن. شب الان به کار و تلاش و فعالیت میپردازن. شب و روز، قسم به شب و قسم به روز، دو شیء متضاد. و همچنین الله متعال باز به دو شیء دیگر که جنس مخالف هم هستند اشاره میفرماید و ما خلق الذکر والانثى و قسم با اون ذاتی که جنس نر و ماده رو آفرید، مخلوقات رو از دو جنس نر و ماده آفرید. ما میبینیم که انسانها، حیوانات، جنها، تمام گیاهان حتی جنس ماده و نر دارن. الله متعال میفرماید و قسم با اون ذاتی که شما رو دو جنس مختلف آفرید، دو جنسی که الله متعال با قدرت خود چنان این دو جنس رو برای هم آفریده که مکمل همن، نیازهای همدیگر رو در زندگی تأمین میکنن. جنس نر و ماده چه در انسانها چه در حیوانات و حتی در گیاهان. در انسان میبینیم که الله متعال با چه قدرتی و با چه دقتی و با چه ظرافتی دو جنس مختلف رو برای هم آفریده و نیازهای عاطفی اونها، نیازهای جسمی و جنسی اونها نسبت به هم دیگه و چگونه مکمل هم هستند و چگونه الله متعال
در این خلقت خود دقت به خرج داده است و خود همین موضوع اگر انسان تفکر بکنه، تفاوت جنس نر و ماده و تفاوت خواسته های اونها، نیازهای اونها، روحیات اونها، شخصیت اونها و تناسب نسبی جمعیت اونها در روی کره زمین خودش نشان از یک فکر و یک علم و یک قدرت و یک حکمت عظیم دارد که برای این خلقت نهفته است، بلکه در ظاهر این خلقت آشکار است، بلکه در حقیقت این خلقت کاملا هویداست. و ما خلق الذکر والانثى، و قسم با آن ذاتی که خلق کرد جنس نر و ماده رو، ان سعیکم لشتی، همونطوری که شب و روز با هم فرق میکنن و جنس ماده و نر فرق میکنن، تلاش های شما در این شب و روز هم ای جنس های نر و ماده با هم فرق میکنه. ان سعیکم لشتی، سعی و تلاش شما هم گروه های مختلف و راه های مختلف و شکل های مختلفی داره. فاما من اعطى واتقى، یک گروهی راه الله متعال رو پیش گرفتن، میبخشن، صدقه میدن، عطا میکنند، عطای زیاد دارن، اعطا میکنند به دیگران هر آن چیزی رو که از نعمتها الله متعال به اونها داده. اگر ثروتی دارن از ثروت خود میبخشن، اگر قدرتی دارن از قدرت خود در راه کمک به دیگران استفاده میکنن، در راه حمایت از مظلوم و ایستادن در برابر ظالم و گرفتن و ستاندن حق مظلوم از ظالم، از این قدرت استفاده میکنن در راه نشر دین و پخش دین، امر معروف و نهی از منکر و اصلاح بر روی کره زمین. و اگر علمی دارن، این علم خودشون رو در راستای اصلاح، تعلیم و تعلم، تربیت، بازسازی، خودسازی و پیشرفت رونق جامعه خود و امت خود استفاده میکنن. اگر موقعیت و جایگاهی دارن، از این موقعیت جایگاه خودشون استفاده میکنن و بذل و بخشش میکنن، عطا میکنن. عطای هر شخصی به اندازه توانایی ها و نعمتی که از خدا به اون داده. کسی که ثروت داره از ثروتش میبخشه، کسی که علمی داره علم خودش رو در اختیار دیگران میگذاره، اگر از اون چیزی پرسیدن، اگر سوالی کردن پاسخ میده. و اگر کسی جایگاهی داره از جایگاه خودش، اگر کسی تجربه‌ای داره تجربه خودش، اگر کسی هنری داره هنر خودش رو در اختیار دیگران میگذاره. هر کسی اینجا عطا میکنه. عطا باید کرد تا ثروت انسان، تا نعمتی که داره الله متعال به انسان داده نعمتش بیشتر بشه. فاما من اعطى، این یک قانون است، این قانون آسانی در زندگی است، قانون آسان شدن راه زندگی، مشکلات و سختی ها. فاما من اعطى، عطا بکن از آنچه که الله تعالی به تو داده است در زندگیت. و اتقى، و تقوای الهی پیشه کنه، یعنی اطاعت آنچه که الله متعال دستور داده و پرهیز از هر آن چیزی که الله متعال ما رو از اون منع کرده. این میشه تقوا. کسی که میبخشد در راه الله متعال و همچنین تقوای الهی رو پیشه میکنه، و صدق بالحسنى، و تایید میکنه و تصدیق میکنه وعده های حق الهی رو، جنت رو، نار رو و همچنین روز قیامت و حساب و کتاب رو، وعده هایی که الله متعال به او داده و آنچه که در آینده منتظر اوست و هر آنچه که غیب است رو تایید میکنه. فسنیسره للیسری، من الله با عظمت برای او فراهم میکنم آسانی در زندگی رو، مسیر آسان زندگی رو برای او فراهم میکنم، او رو در مسیر آسانی قرار میدم. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، این قانون آسان شدن مشکلات و سختی ها در زندگی است. اگر از مشکلات و سختی های زندگی خودت گله داری، این قانون رو الله متعال برای تو گذاشته. فاما من اعطى واتقى، صدقه بده از هر آنچه که الله متعال از نعمت ها در اختیار تو گذاشته، ولو اینکه به اندازه یک دانه خرمایی باشه، ولو اینکه بسیار ناچیز به نظر بیاد، اما تو اون رو ناچیز نپندار که نزد الله متعال ارزشمند است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی که ذره کار خیر بکنه او رو خواهد دید. فاما من اعطى واتقى، عطا بکنه و تقوا پیشه بکنه، و صدق بالحسنى، و تایید بکنه وعده‌های الهی رو. فسنیسره للیسری، الله متعال راه آسانی رو در زندگی این انسان برای او ایجاد خواهد کرد. اگر در زندگی مشکل داری، اگر در معیشت خودت، اگر در رزق و روزی خودت، اگر در تحصیل خودت، اگر در رابطه خودت با همسرت، اگر در رابطه با فرزندان و قوم خویش خودت، اگر در هر گوشه از زندگی فردی و اجتماعی خودت دچار مشکل هستی، درمانش و فرمولش و داروی اون مشکل تو اینجاست. اما
من اعطا و اتقا، هر کسی که عطا بکند و تقوای الهی پیشه کند و همچنین ایمان و باور داشته باشد به وعده‌های الهی، فسنیسره للیسری، او رو در مسیر آسانی در زندگی قرار خواهم داد. و اما من بخل و استغنا، اما کسی که بخیل است از آنچه که الله متعال به او داده عطا نمی‌کنه، چه از ثروتش، چه از قدرتش، چه از علمش، چه از موقعیتش، چه از هر آنچه که از هنر در نزد اوست، حاضر نیست به دیگران یاد بده چیزی و دیگران رو هم در اون شریک بکنه و سهیم بکنه، بخیل است. اما من بخیل و استغنا، و خود رو بی نیاز میدانه از اینکه در مسیر دین قرار بگیره، اطاعت بکنه از دستورات الهی و پرهیز بکنه از آنچه که الله متعال نهی کرده از آن، و کذب بالحسنی، و تکذیب بکنه وعده های الهی رو، قیامت رو، حساب و کتاب، بهشت و دوزخ رو و هر آنچه که از غیب الله متعال در این کتاب ذکر کرده است. فسنیسره للعسری، من این انسان رو در مسیر سختی ها و مشکلات در زندگی قرار خواهم داد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، هر کسی که از یاد من الله با عظمت روی گردان بشه، زندگی او رو سخت خواهم کرد، برای او مشکلات خواهد اومد. ظاهرا ثروت داره، قدرت داره، ظاهرا هنر داره، علم داره، همه نعمت ها ظاهرا در پیشش هست، اما آرام نیست، اما از درون بحران داره، اما لذت نمیبره از زندگی خودش، اما پریشانه، اما با قرص آرام بخش میخوابه شبها، همیشه مضطرب، ترس داره، از دست دادن نعمت خود میترسه. فسنیسره للعسری، مسیر این مسیر زندگی سختی است در این دنیا و در آخرت که از ابتدا تا انتهای او مشکلات و مصیبت ها و سختی ها در مسیر او قرار خواهد گرفت، برخلاف اون کسی که من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، کسی که ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده، چه مرد باشه چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، من الله با عظمت قطعا، حتما و یقینا با تأکید به او زندگی زیبا و لذت بخش خواهم داد که از زندگی خود لذت ببره، هرچند که ظاهرا فقیر باشه، هرچند که ثروت آنچنانی نداشته باشه، قدرت و یا مدرک و تحصیلات آنچنانی نداشته باشه. اما کسی که بخیل است، بخیل زندگیش به مانند فقیر است، اما حساب و کتابش در روز قیامت به مانند ثروتمندان، و این انسان بدبختی است، انسانی که بخیله و از نعمتی که الله متعال به او داده در اختیار دیگران قرار نمیدهد. و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری و ما یغنی عنه ماله اذا تردی، این مال و ثروتی که جمع کرده آن لحظه‌ای که هلاک شود به گور افتد و به قبر افتد، و آن لحظه‌ای که در روز قیامت بلند شود به هیچ درد او نخواهد خورد. ان علینا للهدی، بر من الله متعال است که هدایت را برای شما معرفی کنم و نشان بدهم. و ان لنا للآخرة والاولی، روز قیامت، آخرت، بهشت، دوزخ و هر آنچه که در دنیای پس از این دنیاست از آن من الله است و همچنین این دنیای شما. آخرت رو الله متعال مقدم کرد بر این دنیا چون آخرت مهمتر از این دنیاست. اصل حقیقی زندگی ما، حقیقت زندگی ما، مکان واقعی برای زندگی ما آخرت ماست، نه این دنیا. این دنیا مزرعی برای آخرت است، آنجاست که ما دوباره باز میگردیم به اصل خود و محل زندگی اساسی ما اونجاست. فانذرتکم نارا تلظی، من الله با عظمت شما رو پند دادم از ناری و آتشی که شعله ور است، لا یصلها الا الاشقا، و جز بدبختها و شقاوتمندان و آن انسانهای پست و رذل و حقیر کس دیگری به آن داخل نخواهد شد. الذی کذب و تولی، اون کسی که تکذیب میکنه، اون کسی که تکذیب کرد و روی گردان شد، وعده‌های الهی رو نادیده گرفت، به دوزخ خواهد رفت و خواهد سوخت، اونجا سرخ خواهد شد و در آتش دوزخ از بین هم نخواهد رفت. و لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرد و نه زندگی میکند در دوزخ، پیوسته آرزوی مرگ میکند و پیوسته عذاب او روز به روز بیشتر و بیشتر میشود و او گفته میشود فذوقوا، و به آنها همه گفته خواهد شد فذوقوا، بچشید که فلن نزیدکم الا عذابا، اون به جز عذاب امروز چیز دیگری به شما اضافه نخواهد شد. و سیجنبها الاتقی، در مقابل این انسان شقی و بدبخت آن طرف انسانهای متقی و پرهیزکار که در رأس این انسانهای متقی در این امت بعد از پیامبرش ابوبکر صدیق است. و این آیات پایانی سوره لیل درباره ابوبکر صدیق نازل شده است. می‌فرماید و سیجنبها الاتقی، با تقواترین شما
از آن آتش دور خواهد بود. الذی یؤتی ماله یتزکی، اون کسی که مال خود رو میبخشه در راه الله متعال تا پاک کنه نفس خودش رو. اون لحظه که ابوبکر صدیق برای آزادی بلال و دیگر غلام‌های در زیر شکنجه و ظلم و ستم مشرکان قریش پول میداد تا اونها را آزاد بکنه، بلال، عامر بن فهیره، ذوالنیره، نهدیه و دخترش و دیگر کنیزها و غلام‌هایی رو که ابوبکر صدیق اونها رو میخرید و آزاد میکرد. و اگر ابو جهل راضی میشد حتما یاسر و حتما سمیه رو هم میخرید و عمار رو آزاد میکرد، اما هرگز اونها به فروختن راضی نشدن. الذی یؤتی ماله یتزکی، آن کسی که مال خود رو میبخشه تا الله متعال او رو پاک بکنه. و مال احد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کسی دست این شخص مالی نداشته تا نعمتی نداشته و منتی نداشته که به خاطر دفع آن مال و یا برگرداندن اون مال به شخص صاحب مال و یا تلافی کردن اون منت بیاد و این مال رو خرج بکنه. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، فقط به خاطر رضایت الله متعال این کار را کرده است. ابوبکر صدیق رو الله متعال میفرماید الاتقا، متقی ترین این امت، کسی که مال خودش رو میبخشید، ثروت خودش رو در راه دین، الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، جز به دست آوردن رضایت الله با عظمت بزرگوار هیچ نیت دیگری نداشت. ولسوف یرضی، و به زودی الله متعال او رو راضی خواهد کرد، ابوبکر رو راضی خواهد کرد، اونقدر به نعمت خواهد داد در جنت که او راضی گردد از پروردگارش، همان گونه‌ای که الله متعال از او و دیگر صحابه راضی شد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله متعال از آنها راضی شد و آنها هم از الله متعال راضی خواهند شد بعد از آن که به جنت بروند. این آیات درباره ابوبکر صدیق نازل شده است و به صورت عموم درباره هر کسی است که مال خود را فقط به خاطر کسب رضایت الله متعال میبخشند. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، و در دل میگوید که من هیچ پاداش و تشکری از شما نمیخواهم در برابر این مالی که به شما میدهم، و حتی از اونها تقاضای دعای خیر هم نمیکنه، چون فقط به خاطر الله متعال این رو داده و الله متعال اونها رو راضی خواهد کرد در جنت الفردوس. در سوره بعدی الله متعال در سوره مبارکه ضحی که درباره روز است، الله متعال به نعمتهای خود درباره رسول الله علیه السلام اشاره می‌فرماید. سوره مبارکه ضحی هنگامی نازل شد که الله متعال بنا به حکمتی مقداری زمانی وحی رو در ابتدای رسالت رسول الله علیه السلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع نمود و رسالت بر ایشان نازل نشد، وحی قطع شد و زن ابولهب آمد و گفت ای محمد، گویی که شیطان تو را ترک کرده و دیگر به فکر تو نیست. و این بر رسول الله علیه السلام بسیار گران آمد و نگران این بود که نکنه الله متعال از رسولش ناراحت است و یا کاری کرده رسولش که الله متعال بر او خشم گرفته. آن لحظه بود که این آیات نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم و ضحی و قسم با آن لحظه ابتدای آغازین روز که آفتاب طلوع می کند و محل و زمان نماز خواندن وقت ضحی است، وقتی که رسول الله علیه السلام نماز ضحی را می‌خواندند حدود 1 ساعت تا 2 ساعت بعد از طلوع آفتاب و بسیار علاقه داشتند به این نماز. و اللیل، قسم به آن لحظه روز که تکاپو آغاز میشه و اون لحظه‌ای که پیامبرش دوست دارد برای عبادت الله متعال. و اللیل اذا سجی، و قسم به شب، آن لحظه‌ای که میپوشاند همه چیز را و تاریک میگردد و آرام میگیرد و همه آرام میگیرند. در دل این تاریکی شب و در دل این آرامش رسول الله علیه السلام، اولیای الهی به نماز می ایستند، آرام میگیرند با یاد الله متعال. الا بذکر الله تطمئن القلوب، بیاد الله متعال قلبها آرام میگیرند. و قسم با آن شب، قسم به شب، آن لحظه
لحظه‌ای که آرام میگیرد. ای پیامبر عزیز من، گویی که الله تعالی میفرماید من میدانم آن لحظه‌ای که تو در وقت ضحی به عبادت میپردازی و به یاد و ذکر من، و آن لحظه‌ای که در دل شب، آن لحظه‌ای که آرام میگیره شب، تو به عبادت میپردازی و راز و نیاز با من، قسم به این دو لحظه دوست داشتنی برای تو که در آن عبادت میکنی من رو دوست داری، این دو لحظه رو به خاطر اینکه من را دوست داری و من هم دوست دارم این دو لحظه رو و قسم میخورم به آن چون تو آن را دوست داری و در آن من رو عبادت میکنی. ما ودعک ربک و ما قلم، پروردگار تو ای محمد نازنین من، ای عزیزترین مخلوق من، ای بهترین پیامبر من، ای کسی که تو را از همه بیشتر دوست دارم، ما ودعک ربک، خالق و پروردگار تو رو ترک نکرده است و ما قال، و بر تو خشم نگرفته است و تو رو ترک نکرده. گویی که رسول الله علیه السلام ناراحتی که محبوبش الله متعال او رو ترک کرده. حبیب نگران آن است که محبوب او رو ترک نکنه. اینجا محب نگران ملامت و خشم و ترک محبوب خود الله متعال است و الله متعال به محبوب خود پیامبرش رسول الله علیه السلام می‌فرمایند ای حبیب من نگران نباش، من نه تو رو ترک کردم و نه بر تو خشم گرفتم. وللآخرة خیر لک من الاولی، درسته که امروز مشکلات و سختی ها بر تو گران آمده است، امروز سختی ها داری، از گرسنگی در این زندگی دنیا به شکم خود سنگ میبندی، از پدر یتیم به دنیا آمدی، از مادر چند سالی رو بیشتر خاطراتی در ذهن نداری، پدر بزرگ رو در 12 سالگی از دست دادی، شرایط زندگی تو سخت است، تهمت ها، اهانت ها، تحقیرها، دشمنی های قریش بر علیه توست و همه بر علیه تو بلند شدن، اما این دنیا محل امتحان است. وللآخرة خیر لک من الاولی، آن دنیا برای تو بهتر است، آخرت برای تو بهتر است، بهتر از این دنیا. خطاب آیات به رسول الله علیه السلام است، اما معنا و مفهوم همه پیروان رسول الله علیه السلام رو در بر گرفته. ما ودعک ربک و ما قال، هیچ وقت الله توی انسان رو، توی مخاطب قرآن رو، توی مسلمان رو ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته. آخرت برای تو بهتر از این دنیا است، آخرت برای تو از این دنیا بهتر است، سرانجام کار برای تو از آنچه که الان هستی بهتر خواهد بود. این وعده الهی است. آماده شو، حرکت کن و تلاش کن و برای آخرت خودت حرکت کن. الله متعال تو رو تنها نخواهد گذاشت. ولسوف یعطیک ربک فترضی، و الله متعال به زودی به تو پروردگار تو ولسوف یعطیک، و به زودی پروردگار تو به تو عطا خواهد کرد، انقدر عطا خواهد کرد فترضی که از او راضی گردی در این دنیا و در آن دنیا. الله متعال تو رو راضی خواهد کرد. نگران نباش. اگر امروز اشک از چشمان نازنین تو جاری است، اگر امروز قلب تو اندوهگین است، ای بچه مسلمان، ای پیرو رسول الله علیه السلام، ای پیامبر من، تو و همه پیروانت، همه مخاطبین قرآن، اگر سختی دارید در زندگی، اگر مشکلاتی دارید، اگر چیزهای زیادی را دوست دارید به آن نمیرسید، اگر عزیزان خود را از دست میدید، اگر مشکلات و سختی ها شما را آزار میده، اگر به آرزوها و خواسته های خود دست نیافتید، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اما الله متعال به تو خواهد داد هر آنچه رو که از دست دادی، هر آن چیزی رو که آرزو میکردی و به دست نیاوردی، الله متعال دوباره به تو باز پس خواهد داد. ولسوف یعطیک ربک فترضی، تو رو راضی خواهد کرد. رسول نازنین علیه السلام فرمود من در اون روز هرگز راضی نخواهم شد که یکی از پیروان من، یکی از امتیان من در دوزخ باشد و من به جنت بروم. این پیامبر عزیز با این آیه عظیم به من تو بشارت عظیمی داد. الله متعال با این آیه عظیم و شناختی که از پیامبرش به من تو داده است که اون برای ما بسیار مهربان است، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، برای مؤمنان بسیار مهربان و بسیار دلسوز است. اون آیه رو، آیه ما قبل آخر سوره مبارکه توبه رو با این آیه کنار هم بگذاریم. مهربانی و محبت رسول الله علیه السلام نسبت به مؤمنان و این که الله تعالی فرمود تو رو روز قیامت انقدر عطا خواهم کرد تا راضی بشوی. یقینا رسول الله علیه السلام راضی نخواهد شد که انسان مسلمانی در دوزخ بماند.
و رسول الله علیه السلام آرام نخواهد گرفت. این بشارتی است برای پیروان حقیقی رسول الله علیه السلام. پیامبر کسی را شفاعتگر است که رهرو راه پیغمبر است. پیامبر علیه السلام کسی را شفاعت خواهد کرد که در مسیر او باشد. الم یجد که یتیما فآوا، ای پیامبر من، آیا من، ای محمد نازنین، اگر کسی فکر میکنه که من تو رو ترک کردم، ای مخاطب قرآن، اگر تو فکر میکنی که الله متعال بندگان خودش رو ترک میکنه، اگر تو فکر میکنی تنهایی، مشکلات داری، سختی ها داری، در زندگی خودت تنها و بی کس ماندی، کسی رو نداری، آیا الله متعال برای تو کافی نیست؟ الیس الله بکاف عبده، آیا الله برای بنده خود کافی نیست؟ آیا پیامبرت رو فراموش کردی؟ الم یجد که یتیما فآوا، آیا پیامبرت یتیم نبود که الله تعالی، آیا پیامبر من تو یتیم نبودی که من تو رو پناه دادم؟ وقتی که از مادر به دنیا آمد، پدر از دنیا رفته بود و هرگز تصویری از پدر در ذهن رسول الله علیه السلام وجود نداشت. اگر تو پدر تو از دست دادی، ناراحت نباش که پیامبرت هرگز چیزی به نام پدر رو در زندگی تجربه نکرد. اگر مادرت از دنیا رفت، فراموش نکن که پیامبرت 6 ساله بود که مادر رو از دست داد. اگر خواهر و برادر رو از دست دادی، فراموش نکن که پیامبرت هرگز خواهری نداشت و هرگز برادری از مادر خود نداشت و از پدر خود، که پدر و مادر برای او خواهر و برادری گذاشته باشند و او طعم برادر و پدر تنی که از مادر و پدر او باشن رو هرگز احساس نکرد و 12 ساله بود که پدر بزرگ را هم از دست داد. نه پدر و نه مادر، نه خواهر و نه برادر. طفلی 6 ساله نه پدر داشت و نه مادر، نه خواهری داشت و نه برادر. الم یجد که یتیما فآوا، آیا من تو رو یتیم نیافتم و تو رو سرپناه ندادم ای پیامبر نازنین من تو که عزیزترین مخلوق من هستی، این گونه تو رو خلق کردم. تو هیچ کسی بهانه‌ای نداشته باشه در این دنیا و بدونه که اون عزیزترین وقتی این همه مشکلات داشت، من و تو هم که پیرو او هستیم، مشکلات در زندگی ما طبیعی است و الله تعالی من و تو رو هم ترک نخواهد کرد. و وجدک ضالا فهدی، آیا پیامبر من تو رو حیران و سرگشته قبل از نبوت و رسالت در مکه مکرمه نیافتم؟ این همه کفر و شرک و فسق و فجور رو میدیدی و این همه فسادهای اخلاقی و ظلم و ستم رو و سرگشته و حیران بودی که چه کنی؟ من تو رو پیامبر نکردم، به تو رسالت ندادم، تو رو راهنمایی نکردم. توی پیرو رسول الله علیه السلام اگر سرگشته و حیرانی، تو رو هم راهنمایی میکنم. بیا به دامان اسلام، بیا و توبه بکن، بیا و بازگرد بر راه رسول علیه السلام تا هدایت بشی و از این مسیر نجات پیدا کنی. و وجدک عائلا فاغنی، ای پیامبر من، آیا فقیر نبودی؟ من به تو ثروت دادم و به تو نعمت دادم. خدیجه ای رو در مسیر زندگی تو قرار دادم تا سرنوشت زندگی تو رو متحول بکنه. مگر تو به خاطر چند درهم و چند دینار چوپانی نمی کردی برای عموی خود ابو طالب که ثروتی نداشت؟ و وجدک عائلا فاغنی، تو فقیر بودی، من به تو ثروت دادم. فاما الیتیم، حالا که اینطور است، تو که یتیم بودی، تو که سرگشته بودی و نمیدانستی چه بکنی، تویی که فقیر بودی، این رسمش نیست که الان که به قدرت رسیدی، الان که به نعمتی رسیدی، الان که پیامبر شدی، تو و پیروان تو به پیروی از تو همه و همه باید با یتیم خوب باشن. فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیمان رو از خود به تندی مران. تو که یتیم بودی میدانی که یتیمی یعنی چی. یتیم رو از خود نرانید. رسول الله علیه السلام فرمود انا و کافر الیتیم کهاتین فی الجنه، من به کسی که کفالت یتیمی رو به عهده داشته باشه به مانند این 2 انگشت در جنت کنار هم هستیم. یتیم رو فراموش نکن. یتیمی که مخصوصا نزدیک تو هست. یتیم کسی است که پدر و مادری نداره، ولی اون که پدر و یا تنها مادر نداره، به یتیم رسیدگی بکن. اون کسی که یتیم یک روزی پدر داشت و مادر داشت، اون هم مثل تو یک روزی پدر و مادر داشت، اون هم مثل فرزند تو یک روزی پدر و مادر داشت. بترس از این که فردا تو از دنیا بری و بچه تو یتیم بماند و دیگران همون برخورد بدی رو بکنن با یتیم
که تو با یتیمان میکردی، تو هم یتیم خواهی داشت، تو هم اگر از دنیا بری بچه تو یتیم میشه. چه انتظاری داری از دیگران؟ با بچه تو بعد از مرگ تو چطور رفتار کنن؟ همونطور با بچه های یتیمی که پدر و مادرشون رفتن رفتار کن. فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم رو از خود نران. عبادت عظیمی است خدمت به ایتام، قلب انسان رو آرام میکنه، نرم میکنه. همراهی و همنشینی با رسول الله علیه السلام در جنت. هر جا یتیم خانه‌ای میبینی کمک بکن، برو به سراغ یتیمان قوم خودت، آشنایان خودت، برو مشارکت کن، برو در این سرمایه عظیم مشارکت کن، برو در جاهایی که یتیم ها رو سرپرستی میکنن، برو خودتو خوشبخت و سعادتمند کن، همنشین رسول الله علیه السلام بگردان با مشارکت کردن در خدمت بون ایتام. و اما السائل فلا تنهر، و وقتی که سائلی، گدا و فقیر و مسکینی، کسی که از تو طلب میکنه چیزی رو، از تو چیزی طلب کرد، او رو با شدت از خود نران، او رو از خود دور نکن، بر سر او پرخاش نکن. اگر کسی پولی از تو خواست، اگر کسی سوالی از تو داشت، اطلاعاتی از تو خواست، راهنمایی از تو خواست، کمکی از تو خواست، در هر چیزی که دست تو میرسید، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. اون رو با شدت از خود نران. حداقل اگر پولی هم نداری بهش بدی، فقل لهم قولا میسورا، با لبخندی، با یک روی خوشی با او برخورد بکن، تندی نکن، اون رو نرون از خودت. چوانه میکنی گرهی، خود گره مباش. ابرو گشاده دار گر دستت گشاده نیست. و اما السائل فلا تنهر، انسان فقیر رو از خود نران. و اما بنعمت ربک فحدث، و اون نعمتهایی رو که الله متعال با تو داده، نعمتهایی رو که الله متعال به تو داده با خود بازگو کن. بشین فراموش نکن الله تعالی چه نعمتهایی به تو داده. نعمت سلامتی، نعمت ایمان، نعمت خانواده، نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت زبان، نعمت دست، نعمت پا. و اگر یکی از اینها رو از تو گرفته، 10 نعمت دیگه هنوز هست که نگرفته. و نعمتهای فراوانی که الله تعالی به تو داده بازگو کن، شکرش رو به جا بیار، با زبان شکرش رو به جا بیار، با قلب تشکر کن، با اعمال و عبادت‌های خودت شکرش رو به جا بیار. و اتقوا الله لعلکم تشکرون، تقوای الهی رو پیشه کنید تا باشد شکرگزار نعمت‌های او باشید. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرگزار باشید من نعمت شما رو بیشتر میکنم. و اگر کفران نعمت کرد انسان، الله متعال نعمت رو از انسان خواهد گرفت. شکر نعمت نعمتت افزون کند، شکر نعمت انسان رو زیاد میکنه. و بهترین راه شکر تقواست، پرهیز از آنچه که الله متعال نهی کرده و اطاعت آنچه که الله متعال به ما امر کرده است تقواست. الله متعال همین ما شما رو پیروان حقیقی برای رسول الله علیه السلام بگرداند. این سوره عظیمی است، سوره ضحی، و امیدوار کننده است. به ما شما تعلیم میده که چطور رفتار بکنیم. این سوره نعمت‌های ظاهری بود که بر رسول الله علیه السلام و بر امت است، و در سوره بعدی نعمت‌های باطنی که الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل فرموده است. و برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعاني